چرخیدی عجیب ترین فوشی که خوردی؟ من فکر کنم هوس‌باز بود. فیلم سن پترزبورگ رو بازی کردم و واقعا خیلی جدی گرفتنش، خیلی زیاد. بعد نیستم، من اون شکلی نیستم، نبودم کلا، اصلا هیچ وقت نزدیک اونم نبودم. یعنی مثلا اعتماد به نفسم بابا رو ندارم بلندشم برم تو شکم دختر مثلا بگم بانوی دریا و علف، مثلا روم نمیشه. سلام بر بانوی دریا و علف. اون فیلم بود وقتی یکی بگم من در زندگی واقعی به یکی بگم بانوی دریا، میگم جمع کن برو ببین. من این انگ تا مدت‌ها روم بود. هوس‌باز بعد چی بهت گفتم؟ بعد ازدواجت با میترا بهت گفتم؟ بله که مردک هوس‌باز، مرد هوس‌باز و شوگر دادی. بله ما واقعا اوضاع مالی شاهکاری نداریم و این اواخر هی رو به پایین‌تر هم بود و اینا. یه خریدی می‌خواستیم بکنیم، یه چیزی به من پولشو نداشتم. بعد میترا میگفتش که کاش اونایی که میگن شوگر دادی الان ببینن این شوگری در کاری فقط دادیه.